درود خدمت شما عزیزان، رها هستم. امیدوارم که خوب باشید. به کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوایم انرژی خوانی داشته باشیم روی مسائلی که از دید شما پنهان هستش توی روابط عاطفی. در واقع میخوایم ببینیم که کیس عاطفیتون راجع به شما با چه کسانی داره صحبت میکنه و چه چیزهایی داره گفته میشه راجع به شما. خب انرژی قشنگتون رو حتما توی کامنت ها برای من بذارید و اگه موضوع یا تایتل خاصی مد نظرتون هست حتما توی کامنت ها بنویسید و من بررسی میکنم و روی موضوع شما ویدیو میسازم. خب انرژی ها همسو با انرژی کارت ها بشه. در مدار نور، عشق و آگاهی قرار میگیریم. روی نیتمون تمرکز میکنیم و اینکه اسم کیس عاطفی رو زیر لب زمزمه میکنیم. شک نکنید که شما باید از این انرژی خوانی آگاه میشدین که الان دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید. امیدوارم که پیام قشنگی رو براتون داشته باشه. خب اولیش که افتاد، بله. خب من کارتام این وریه. بسیار عالی. خب اول که من دارم از یک سری مسائل خانوادگی اینجا دارم میبینم بحثایی که از شما پنهان هستش. در واقع اینجا بحث پنهانی رو داره نشون میده که یه خانم توی خاندان کیس عاطفی شما داره ایجاد میکنه، داره استرس الکی میده. در واقع از این شخصیت هایی که با جیغ جیغ کردن و سر و صدا کردن میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه. اینجا یه نفر هست که میتونم بگم نسبتاً مخالف شما هستش و داره توی خانواده بحث را میندازه. ممکنه عروس اون خانواده باشه، نمیدونم خواهر اون شخص باشه، مادرش باشه حتی، و تمام تلاش خودش رو میکنه که وقت تلف بکنه، بحث میکنه که کیس عاطفی شما یا خود شما به اون خواسته قلبیتون نرسید روی مسائل عاطفی. در واقع استرس الکی داره میده و یه جو روانی رو ایجاد کرده. اینجا یه دروغ هم گفته شده. دروغ هم میبینم به واسطه این شخص گفته شده، به واسطه این خانم. و هرچند که این مسئله روشن میشه، این دروغی که گفته شده به واسطه اطرافیان یا چندین نفر دیگه که شما رو میشناسن، حقیقت روشن میشه. پس استرس اینو نداشته باشین که حالا پشت سر من دارن حرف میزنن من خراب شدم یا چی. این مسئله کاملا شفاف میشه، فقط احتیاج به زمان داره عزیزان دلم. و اینکه اگه که کیس عاطفی شما آقا هستش، این شخص فقط داره خوبی شما رو میگه و از کمالاتتون میگه، از متعهد بودنتون داره میگه، روابط اجتماعی خوبی که دارید، یا اینکه حالا از خاندانتون داره تعریف میکنه. خیلی داره مانور میده روی مسائل اجتماعی شما
موقعیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی شما، از زیباییتون داره میگه. و اینکه در کل من نمیبینم هیچ کامنت منفی گذاشته شده باشه از سمت کیس عاطفیتون. اینجوری نیستش که جلو روی چیزی باشه پشت سر یه مدل دیگه باشه. در کل خیلی داره شما رو همون چیزی که هستی، نه اینکه بخواد حتی اغراق بکنه، و از یه زاویه قشنگ، از یه نگاه برتر داره شما رو توصیف میکنه. و اینجا من دارم میبینم که حسادت یک سری از اطرافیان رو داره برانگیخته میکنه، ماشاءالله. ولی خب این مسئله باعث نمیشه که خلالی توی رابطتون ایجاد شه. و همچنین حالا این وسط بهتون بگم که از سمت این شخص یه هدیه هم میبینم که دریافت بکنید. و ببینید خودش یه شخصیت خیلی توداری داره. ممکنه اصلا جلوی شما احساساتش رو انقدری که زیاد هست نشون نده، یا انقدری که شیفته شما شده، شیفته هنرتون، استعدادتون، زیباییتون یا هر چیزی که هست و بیان نمیکنه، ابراز نمیکنه، یا این چیزایی که پشت سر داره میگه شاید جلو روتون 50% شما متوجه بشید. این حالا یه سیاست این آقا هستش دیگه. و با یه دوست، با یه همکار خیلی داره مشورت میکنه، یا حتی ممکنه که خیلی کلی صحبت بکنه، نه یاد خیلی ریز بشه توی مسائل خصوصیتون، اما قطعاً از یک راهنما داره کمک میگیره. حالا این دوستی هم که میگم کسی نیستش که آدم سطح پایینی باشه، بیشتر یه شخصیت حالت مشاورطوری یا راهنما رو داره نشون میده. کیس عاطفی شما خیلی شخصیت پخته ای داره، خیلی با تجربه هستش، خیلی منطقی هست و حساب شده جلو میره. اینجوری نیست بخواد بیگدار به آب بزنه. و اینکه حالا یک سری چیزا رو هم پنهان میکنه از شما، از احساساتش یا هر چیزی، به خاطر اینه که میترسه که بیان بکنه و یه دفعه‌ای رابطه پوچ شه، معلق شه، شما برید. حتی الان میتونم بگم 70% نسبت به خودش یا نسبت به رابطه اطمینان داره. ممکنه حالا 30% بگه به هر دلیلی ممکنه رابطه پوچ شه، بره. متوجه هستین؟ به خاطر همین خیلی از احساساتش و حسش و عشقش به شما چیزی نمیگه، ولی پشت سرتون خیلی خوب حرف زده، خیلی شما رو قشنگ پروموت کرده، ماشاءالله. و اینکه اگه کیس عاطفی شما خانوم هستش، در واقع واسه شما آقایون، ایشون خیلی با خانوادهش توی چالش هست، توی جدال هستش، برای اینکه بخواد ثابت بکنه که من انتخاب خوبی کردم. و اینکه یکم مسیر سختی رو میبینم که پیش رو داشته باشین. اما مشکلی که اینجا هست، ایشون داره با یک زبون تند یا تلخ به خانواده‌اش حالا شما رو معرفی میکنه، یا میخواد بگه که انتخاب من انتخاب خوبیه. خیلی عجول هستش در واقع، و ایشون باید از اول یه مسیر دیگه ای رو پیش میگرفته بابت اینکه بخواد راجع به شما صحبت بکنه، و همین باعث شده که خانواده‌اش یه جورایی با ایشون سر لج بیفته. و حتی اگه شما یه شخصیت کاملا باشید، اما لجبازی خانواده بیشتر با دخترشون هستش. اما این مسئله میتونه به واسطه
آدم‌های دیگه رفع بشه. حالا این خانم میتونه از خواهرش، برادرش، نمیدونم دایی، عمو یا هر کسی که رگ خواب این خانواده تو دستش هست کمک بگیره یا استفاده بکنه، به خاطر اینکه این خرابکاری که کرده رو بتونه درست بکنه. و اگه بتونید یه دیدار بچینید این خانواده رو ببینید خانوادهش یه خانواده اصیلی هستن، یه خانواده سرشناسی هستن، خیلی جمعیت زیادی هم دارن این خاندان در واقع. اگه بتونید یه قرار ملاقات، دیت، دیداری با این خانواده داشته باشید، کلا همه چیز تغییر میکنه، همه چیز عوض میشه و از این سطح از تنشی که هست کلا کاسته میشه و راه حلی پیدا میکنید واسه این مسئله. اصلا نگران نباشید روی این قضیه. و اینکه اون دسته از افرادی که در واقع پارتنرتون خیلی رفیق بازه یا به حرف اطرافیانش، دوستاش خیلی گوش میده، این یکم کار شما رو داره سخت میکنه. رابطتون خیلی رابطه اوکی هستش، اما حسادت این آدم ها باعث میشن که این رابطه صمیمی و قشنگ به سمت ناکجا آباد بره، اصلا تو افق محو شه این رابطه. یه تایمی به خودتون بیاین و بگید که اصلا ما چرا کات کردیم، چی شد؟ خودتونم نمیفهمید چرا، ولی هم چشم و نظر هستش، هم حرف و حدیث های این دوست و رفقای مشترکتون حتی باعث میشه که رابطه زیباتون، رابطه‌ای که هر روز دیدار بوده، کادو میدادین به هم دیگه، بر هم تایم و انرژی میذاشتین، یه دفعه پوچه. پس ترجیحاً ارتباطاتتون رو با رفیقاتون کم کنید یا نذارید که از مسائل خصوصیتون آگاه بشن. اینا یه جورایی دارن از گذشته شما حرف میزنن، گذشته‌ای که حتی ممکنه خیلی سالم بوده، یه زندگی خیلی سالم و استانداردی داشتین، ولی شما رو دارن خراب میکنن، نه اینکه از حالتونم صحبت بکنن. و دارن دروغ میگن دیگه، دروغی که راجع به گذشته داره گفته میشه. و این مسئله باعث میشه که دید این شخصتون رو، حالا آقا یا خانم احساسیتون رو کامل نسبت به شما خراب بکنه. امیدوارم که چشم و گوشتون رو بیشتر باز بکنید و اینکه خیلی عاقلانه و بالغ رفتار بکنید. ان شاءالله که پایدار باشید، بهترینا برای شما، مراقب خودتون باشید.